دوستای عزیز، میگه دو بیادران بود. یک بیادری بزرگتر که ازدواج کرده بود و دو تا فرزند داشت و یک بیادری کوچک که مجرد بود. اینا دو تا با هم تصمیم گرفتن یک دکان شراکت جور کنن و ختم روز هر چی که فایده میکنن فایده خود تقسیم کنن. خلاصه اینا هر شب فایده خود تقسیم میکردن و دو دانه صندوق داشتن به حسابی که پیسایی که فایده میکنند و صندوق پس انداز کنند که برای آینده. باز یک شب بیادر کلان با خود فکر کرد که ما خو ازدواج کردیم، فرزند دارم، خانم دارم، بیا شب از این پیسه فایده خود 100 روپه در باکس بیادر خود دمی صندوق پیسه پس انداز بیادر خود می اندازم. اگه شب بعدی بیادرش در فکرش گشت، بیادر خوردش پیش خود شد کرد من خود یک نفر آدم هستم، نه خرج دارم نه مصرف دارم، بیا از این فایده شبانه که میکنم 100 روپه در باکس بیادر خود میپرتم، بیادر کلان خود که هم زن داره، فرزند داره، خرج و روزگارش از من کده زیادتر است. دیگه یک مدت زمانی گذشت. بعد از یک ماه دو ماه اینا وقتی باکس هایشان که واز کردن دیدن که بیادر کلانش پیسه خود حساب کرد، دید که پیسه هم 10,000 روپه. وقتی بیادر خودش که پیسه خود حساب کرد از هم 10,000 روپه. بیادر خود در چود رفت، گفت بیادر، گفت من هر شب به حساب نافهمیده تو پیش از که متوجه شوی 100 روپه پیسه فایده خود در باکس تو میانداختم، اما امروز سعی میکنم اما از من 10,000 پس فایده من از تو 10,000 پس فایده. گفته که چی روی تو شده؟ بیادر کلانش گفت ببین بیادر، گفت من خب زندگی خود، اولاد خود، زن خود، آرزوی خود کردیم، ما مرشه و 100 روپه در حساب تو میانداختم که تو از این مجرتی برای او ازدواج کنی و به خود یک زندگی بسازی. ببینین بزرگترا، برادری بزرگ یا برادری کوچک به حق هم دیگه صادقانه مساویانه اگر فکر کنیم زندگی کلگی ما گل گلستان میشه. دیگه در کامنت نوشته که برادر تو با خودت و در مورد خودت چه فکر میکنه. سلامت و بخیر باشی.